به نام خدا. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقه‌مندان فوتبال. صدای من از استادیوم شهید سلیمانی سیرجان میشنوید. بازی عقب افتاده هفته 8 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، مساف حساس و تماشایی تیم‌های فوتبال گلگهر سیرجان و تراکتور تبریز. توپ در اختیار بازیکنان گلگهر. ایدی راه میندازه، تیکدری رو فرصت برای ارسال داره، همین کارو انجام میده. حالا آشوری یه ضربه که آروم میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. بهترین موقعیت دید امیر جعفری رو و اینجا ضربه خوبی رو نتونست بزنه جعفری به توپ. زننده گل پیروزی بخش تراکتور مقابل چادرملو. حالا از راه دور یه شوت و درست جایی که بیرانوند حضور داره، شوت تیکدری رو میگیره. علیزاده مستقیم به سمت چارچوب و توپی که از بالای دروازه بیرون رفت. پوستونسکی حالا برای حسین زاده، تک به تک فرصت داره، میتونه ضربه‌شو هم بزنه اما اجازه کار رو بهش نداد، زاره بود. ادامه کار. دوباره نادری. حالا یکی اونجا به توپ ضربه بزنه که میزنه و واکنش فوق‌العاده اخباری اجازه باز شدن دروازه گلگهر رو نمیده. آقا سید جلو میاد. پوستونسکی یه لحظه توپو گم کرد. شترکال، آلوز، ترابی لب خط اما یه پاس رو به جلو میده. نوید آشوری بود. ببینیم چه اتفاقی افتاد اینجا. بله این برخورده. دو تا جوون دیگه هم هستن، ابوالفضل حسنی سعدی که اون هم از بازیکن‌های بومی استان کرمانه و آقای گل لیگ برتر جوانان شده بود. این تصاویر وی ای آر و بازبینیش در فوتبال ما هم که دیگه یه جورایی اینقدر طولانی میشه که بین شاید بشه چند تا پیام بازرگانی هم پخش کرد. همچنان همه منتظریم بالاخره برمیگرده کوپال ناظمی، تصمیمش ببینیم چیه. بله کارت قرمز رو از جیبش در میاره و ایگور پوستونسکی از بازی اخراج میشه. حالا با اینا ما توپو به چپ میاره. امیر جعفری با پای چپش ارسال میکنه، یه ضربه یه سر و چیزی نمونده بود که تیکدری نژاد دروازه خالی تراکتور رو باز کنه. تیکدری نژاد این ارسال عالی جعفری و همه موندن که چطور این توپ به تور نچسبید. کار رو دنبال میکنه. مشکلی برای این دو بازیکن پیش نیامده باشه. اینجا توپی رو که اومد جمع کنه، توپی که در اختیار اخباری هم بود، هاشم نژاد باش برخورد کرد. برخوردشون هم برخورد سختی بود. برای آشوری ارسال، یه ضربه سر و این بار هم توپی که محمد مهدی زاره، این چخره مدافع پیشتاخته گلگهر، زد از بالای دروازه به بیرون رفت. شترکال یه پاس عالی برای هاشم نژاد، تک به تک ضربه‌ش رو هم میزنه و این بار توپ از کنار دروازه گلگهر به بیرون میره اما قبل از اون اعلام آفساید هم شده بود. گلگهر حالا مهدی توپو میفرسته، یه فرصت و یه ضربه یه سر از زاره. چرا کج میبینن این گلگهری ها امروز دروازه تراکتور رو؟ توپ رو ببینید ندونست. گل برای گلگهر، نه این بار برای تراکتور 10 نفره. شترکال یه کارت زرد رو هم به جون میخره و پیراهنش رو هم در میاره و خوشحالیشو تقسیم میکنه. یه لحظه غفلت کردن اینجا. ببینید این توپی که ارسال شد بین مدافعین در یه شرایط کاملا نامتعادل ضربه سر رو زد. هر چقدر هم که اخباری کش آورد به بدنش نتونست کاری کنه و توپ به این شکل به کنج دروازه گلگهر رفت. و ببینیم این توپ رو چه خواهند کرد. هاشم نژاد حالا جلو میره، خودش و دروازه با پای چپ ضربه‌ش رو هم میزنه و گل. یه سوپر گل برای هاشم نژاد. این پاس گل عالی. یه لحظه دوباره مدافعین جا موندن، جلو اومد با پای چپ زد اون جایی که دیگه کاری از دست اخباری هم بر نمی اومد. تراکتور 2 گلگهر 0. یه فرصت حالا برای آشوری و گل. گل برای گلگهر. گلگهر به بازی بر میگرده در دقیقه 80 مسابقه. از این نما هم ببینید
این توپی که ارسال شد این برگشت و ضربه چکشی نوید آشوری فرصتی رو نذاشت برای واکنش بیرانوند، غیر از این که اینجوری دو دستی به سر خودش بکوبه. اینجا بود که تسلیم شد در مقابل آشوری و حالا یه لحظه هم اونجا یه درگیریایی اتفاق افتاد. شما از نماهای مختلف صحنه به ثمر رسیدن گل رو میبینید. اینجا هم میتونید ببینید برخوردی که بیدلیل هم بود اصلا با هاشم نژاد و باعث شد که گل زیبای نوید آشوری توسط تیم VAR و داور مسابقه مردود اعلام بشه. کماکان حسین زاده میخوان گل سوم رو بزنن. امیر حسین حسین زاده نه، اتفاق خاصی نیفتاد. داور و اینجا سوت پایان این بازی حساس و تماشایی